و تیم ملی فوتبال کشورمون با ترکیب علیرضا بیرانوند، صادق محرمی، احسان حاجصفی، شجاع خلیلزاده، سعید عزت‌اللهی، علیرضا جهانبخش، مهدی طارمی، کریم انصاری‌فرد، حسین کنعانی، سامان قدوس و مهدی قائدی به مصاف تیم فلسطینی میره که رامی حماده رو توی چارچوب دروازه خودش داره. تیم ملی ما کاملا هجومی است در مقابل فلسطین. حمله اول واسه ماست، یه ارسال در دهانه دروازه، فرصت داره ایران، میری واسه گل اول و چقدر زود دروازه فلسطین رو باز کرد کریم انصاری‌فرد. 1 دقیقه تیم ملی ما زمان میخواست تا دروازه فلسطین باز بشه و بازی 1-0 به نفع ایران بشه. ایران 1، فلسطین 0. شروع طوفانی، چند تا پاس عالی رفتیم در زمین فلسطین و کریم انصاری‌فرد مرد با تجربه تیم ملی ما دروازه رو باز کرد. محمد رشید، یاسر حامد، اودی خروب، مصعب بطات، سامر سیام، محمود ابووردا، کامیلو سالدنیا، شهاب قنبر، زید قنبر و ترمانینی 11 مرد فلسطین هستن که این گونه دروازه‌شون تو همین دقیقه اول باز شد. ایران 1-0 جلو میفته از فلسطین، در حالی که سامان قدوس تعادلش رو از دست داد. کریم انصاری‌فرد با یک بغل پای خوشگل بدین شکل دروازه رو باز